صدای منو دارید؟ دوستان داخل کلاس اگر صدای بنده رو دارید لطفا عدد 1 رو بفرستید که من مطمئن بشم. متشکرم خانم خوشخبری. دوستان تصویر گوشی بنده رو میبینید؟ دسترسی اوکیه؟ متشکرم خانم حسن زاده. کیفیت صفحه دوستان خوبه؟ اگه بده من قطع کنم دوباره بس شه. شما کامل صفحه گوشی رو با کیفیت میبینید؟ خب متشکرم. خب یکی دو دقیقه وایسیم دوستان بیان که بحث رو شروع کنیم که خیلی کار داره. سلام به دوستان، وقتتون بخیر. خانم نیست. خانم مهربخش رو یادمه، خانم حسن زاده یادمه، بقیه دوستان بله تعداد زیادی از دوستان بودن. سلام، متشکرم.
سلام و درود با آقا محمد مهدی. متشکرم، شما هم خسته نباشید. چرا پین شدیم؟ کجا پین شدیم؟ خب دوستان، سوالی از جلسه پیش. آره دیگه، هر کسی اون اول که میاد پین نشون میده. بعد دوستان از جلسه پیش کسی اگر سوالی داره مطرح کنه، اگه نه که دیگه کم کم بحثمون رو شروع کنیم. حالا چون کلاس اینترنتی احتمال داره بچه‌ها مثلا با 3-4 دقیقه تأخیر بیان، تا وقت سوالا رو اگه جواب بدیم خیلی خوبه. خب یه مرور کلی بکنیم. به به، مرور کلی. یاد اون مرد 2004 افتادم. تو کابینه خلبان گفت کاپیتان اینا همه دکمه چیه یه جا با هم. حالا ما هم یه مرور کلی بکنیم. خیلی حرف زدیم جلسه پیش، ولی چشم قسمت‌های مهمشه میگم. چشم. حالا نمیدونم دوستان میان ما شروع کنیم. میترسم کسی عقب بمونه، چون اگه عقب بمونه کارش سخت میشه. اگه سوال بپرسید خیلی خوب میشه. اگه سوال نپرسید من سوال میپرسم. بذارید بپرسم. آقا محمد مهدی به ما بگه که نسبت 16 به 9 اصلا نسبت ها چی بود؟ من نسبت 16 به 9 مال کدوم پلتفرم بود؟ بله متشکرم، کاملا اشتباه گفتین. نسبت 9 به 16 نه، 16 به 9. بله احسن. مثل یوتیوب، آپارات، فیلیمو. یه نکته گفتیم بچه‌ها دیگه، کسی اگر نسبت جلسات رو قرار عدل محترم ضبط کنه، از ایشون میتونید پیگیری کنید. بله آپارات هم همینجوریه. گفتیم اگر کسی که میخواد تدوین کنه ندونه برای کدوم پلتفرم قراره که خدمتتون عرض کنم که کارشو منتشر بکنه، در واقع خیلی رفتار غیر حرفه‌ای داشته. ما باید ببینیم تو کدوم پلتفرم قرار محتوا پخش بشه، چه عکسمون چه فیلممون، و نسبت به اون ابعاد استانداردش انتخاب بکنیم. اگر قرار استوری بذاریم تو اینستاگرام، اگر قرار ریلز بذاریم، باید خب 9 به 16 عمودی باشه دیگه. نباید تصویر افقی بذاریم پایین بالاش سیاه باشه، یا همون تکنیکایی که تو بک‌گراند بهتون یاد دادم. ولی اگر محتوای رسید دستتون و مجبور بودید، خب دیگه راهکار دیگه نداره دیگه، باید همون رو انجام بدید. ولی اگر دستی بر فیلم برداریش دارید زمان، یا عکاسیش دارید زمان تولید، حتما به این مسئله دقت بکنید. خب دوستان، کسی تو نصب اینشات کرک شده مشکلی نداشت؟ همه تونستن از سایت فارس رو دانلود کنن؟ مشکلی نبود؟ معمولا ناکوی میگن 9 به 16، 16 به 9، 3 به 4، 1 به 1. معمولا اینجوری. خیلی خب دوستان، بریم سراغ ادامه بحثمون. منظرم دیگه دوستانی که میخواستن بیان تشریف آوردن. ما جلسه پیش شروع کردیم به نصب اینشات و خدمتتون عرض بکنم که اومدیم با منوی فوتو آشنا شدیم و گفتیم که منوی فوتو یکی از خوبی‌هاش اینه که در واقع اینشات اینه که پروژه های قدیممون رو ذخیره نگه می‌داره و ما میتونیم بیایم روش کلیک بکنیم و ادامه پروژه رو بریم. اگه خواستیم نیو باز بکنیم، مثلا یک عکس تزیینی من اینجا
باز بکنم مثلا این عکس ماه. خب اولین نکته که گفتیم تو عکس باید درست بکنید بحث بوم یا همون کنواس بود که سایز مد نظر خودمون رو تنظیم کنیم. الان عکس من اینجا نسبتش 9:16 در واقع تصویر عمودی و حالا بومم هم روی 9:16 و فیکسه. حالا اگه من میخوام اینو مثلا تو به صورت باهاش مثلا کلیپ بسازم بعدا با نسبت 16 افقی یا میخوام تو تلویزیون به صورت افقی ببینم، دیگه این بغلاش بچه‌ها همونجوری که میبینید سفید میفته که باید بریم بک‌گراندش رو دستکاری کنیم، یا رنگ بهش بدیم یا از خود عکس کپی بگیریم در واقع بلرش بکنیم که یه طرح جالبی بشه. خب ما همون 9:16 میذاریم. در مورد فیلتر رو اجاز صحبت کردیم که اصلاح رنگمون بود، کاری بهش نداریم. در مورد بک‌گراند صحبت کردیم. در مورد تکست دوستان کسی فونت وارد اینشات کرد مشکلی نداشتین؟ خدا نکرده کسی این کارو کرده تمرین رو انجام داده یا نه؟ اگر فونت تا حالا وارد نکردید حتما برای این جلسه برید چند تا فونت خوب دانلود کنید وارد کنید. اگر مشکلی خوردید تو جلسه بعدی که جلسه آخرمونه حتما بپرسید لطفا. آره کار آسونیه، ولی خب بعضی دوستان مخصوصا تو قسمت اکسترکت کردن شاید ممکنه یه ذره مشکل داشته باشه. کار آسونیه. خود اینشات هم 5-6 تا فونت عربی داره، بد نبود. اگر نخواستید دانلود کنید میتونید اونا رو استفاده بکنید. خب خدمت شما عرض بکنم که ببینیم اینجا چه آپشنی داره. آپشن روتیشن رو که گفتیم، فریم هم که میاد عکس ما رو براش یه فریم میذاره که من خودم خیلی از این استفاده نمیکنم، خیلی فانتزیه، ولی حالا جهت آموزشش بخوایم بگیم میتونید سایز فریم هم کم و زیاد کنید. یکی از فریماش به درد میخوره، اونم فریم دایره‌ایه. کسی میدونه کجا به درد میخوره؟ بچه‌ها کلاس من خیلی تعاملی ها، حتما تایپ کنید، حتی اگه لازم من میکروفون دسترسی بدم، ولی شما هم همکاری بکنید که کلاس خیلی یه طرفه نباشه. این فریم دایره من ازتون کجا به درد میخوره؟ خیلی ساده است دیگه. کجا؟ هیچکی پیدا نمیشه بگه. احسن، برای پروفایل. یعنی شما اگر خواستید پروفایلتون رو قبل از اینکه ست بکنید رو پروفایلتون تو اینستاگرام یا تو هر پیام رسانه اجتماعی دیگه ای، اینجا میتونید به صورت دایره‌ایش رو ببینید. گرچه شما مربع هم که تو شبکه‌های اجتماعی بدین اونجا خودتون میتونید تغییرش بدید و جابجاش کنید، خیلی ضرورتی نداره. بنابراین ما هم خیلی زود از این قسمت میگذریم. خب پی آی پی که مفصل در موردش صحبت کردیم دیگه، من واردش نمیشم چون اگه بخوام صحبت بکنم خیلی وقتمون رو میگیره. در مورد کات اوت صحبت کردیم. بذارید سوال بپرسم ببینم کسی یادش هست یا نه. خانم عبدی شما بگید فرق پی ان جی با جی پیگ چی بود؟ توی بحث کات اوت اینو توضیح دادم اگه یادتون باشه. اگه یادتون هم نیست اعلام کنید که من بدونم دوباره سریع توضیح بدم. شما نبودید. نگاه کنید پی ان جی میشه در واقع تصاویرهایی که بک‌گراند ندارن. جی پی جی یه بک‌گراند پیش‌فرض دارن، اگر ما هیچ بک‌گراندی هم بهش ندیم خود گوشیمون یه بک‌گراند مشکی بهش میده. حالا ما میتونیم بیایم لوگومون رو مثلا بک‌گراندش رو حذف کنیم از تو قسمت کات اوت، یا همین ماهو مثلا بیایم بک‌گراندش رو حذف کنیم، ذخیره‌اش که میکنیم توی یه پروژه دیگه میتونیم این ماهو بدون بک‌گراند بیاریم، یعنی به عنوان فایل پی ان جی ازش استفاده کنیم. مثلا اگر این عکس من باشه، خب من اینجا میام از تو قسمت پی آی پی دوستان، این ماهی که بک‌گراندش رو حذف کردم و ذخیره کردم به صورت یه فایل پی ان جی اینجا میتونم داخل تصویرم بیارم. این قابلیت حذف بک‌گراند تو این شات دیگه خیلی دست شما رو باز میکنه. لوگوتون رو میتونید بک‌گراندش رو حذف بکنید. میخواین کاورای یوتیوب آپارات درست بکنید، میتونید از خودتون یه عکس بگیرید، مثلا اشاره کنید به یک موضوع، به متن، بعد عکس خودتون رو بک‌گراندش رو حذف بکنید، بیاید بندازید رو تصویر مد نظر خودتون. هیچ محدودیتی هم نداره، هر تعداد بخواید میتونید فایل رو هم دیگه بیارید. خیلی جالبیه. خب این دوتا که طولانیه ازش میگذریم، بریم تو قسمت دودل یا تو ترجمه فارسیش خط خطی. شما میتونید تنظیمات مختلفی به صورت طرح‌های مختلف از خط‌های مختلف رو طرحتون ترسیم کنید. مثلا من میام از خطچین استفاده میکنم، میخوام دور این ماه هم یه خطچین بذارم، یا مثلا فرض کنید اینجا حالا شربته، فرض کنید که فنجون خدمت شما عرض میکنم چایی بود، شما میتونید تصویرتون رو فانتزی کنید. اینجا خیلی بد کشیدم، بذارید یه ذره
قطرشو کم بکنم خطامو، میتونید مثلا قطرش هنوز زیاده بچه، بذارید من قلم گوشیمو در بیارم اینجوری راحت ترم. میبینید از این طرحهای گرافیکی، حالا اینجا من خیلی دارم غیر رسمیشو میگم، باید وقت بزنید، گرافیستا این کارا رو میکنن. مثلا شما میتونید طرحهای مختلف دور سوژهتون، اگه میخواین سوژهتون رو برجسته بکنید یا استروک دستی بهش بدین، اینجا هم به درد میخوره. من قطرش رو کمتر بکنم جالب میشه. بعضی که هنرمند باشن خوب میتونن از این امکان استفاده کنن. چیز خیلی خاصی هم نداره دیگه. باز این خطش مثلا خودش سرش یه دونه فلش هم داره، میزان شفافیتش رو میتونید کم کنید، میتونید زیاد بکنید. نکته خیلی خاصی نداره دیگه، خودتون یه بار بازش بکنید به نظرم خیلی ساده یاد میگیرید. این گلوشو من دوست دارم، بعضی طرحهای باحال دیدم برای مثلا کاورای یوتیوب دیدین مثلا دوره یه سوژه یا مثلا گلو میکشن، اینجوری سایه هم میفته، بعد رنگ گلوش هم میتونید عوض کنید. چیز باحالیه این، به درد میخوره یه جاهایی، میتونه کمکتون بکنه. هر کدومشون هم نخواستید پاک بکنید دیگه، خیلی آپشن سختی نیست. منم زود ازش بگذرم که بریم به بحث‌های مهم‌تر برسیم. این کنترل زد تو این شات هم من خیلی دوست دارم، خیلی حال میده. خب خدمت شما عرض کنم که کراپ هم که در موردش صحبت کردیم، عکسمون رو برش میدیم، کات اوت هم که گفتیم، تکست هم که گفتیم. افکت هم بهتون بگم یه سری افکت آماده داره خود این شات، گرچه تو فیلم خیلی به کار اومده اما تو عکس هم بعضی وقتا میتونیم ازش استفاده کنیم. مثلا افکت بانمک هم داره، افکت سیاه‌سفید. از اینجا میتونید مثلا تنظیمات خودمون افکت هم کم و زیاد کنید. نمیدونم تو تصویر شما دیده میشه یا نه، اینجا مثلا داره نویز رو زیاد میکنه. یا این یه تصویر دیگه از این عکس‌های گرافیکی اگه خواستید میتونید استفاده کنید. میتونید کامera قاب کامera بندازه. اگر مثلا جایی دارید ضبطی انجام میدید میخواین کلیپ‌های پشت صحنه از خودتون درست بکنید، این فرمش فرم جذابیه، فرم دوربین‌های قدیمی. خدمت شما عرض بکنم که اینا هم که دیگه خیلی فانتزیه دیگه، ولی بعضی از بچه‌ها از گل مثلا اینجوری عکس میگیرن حالت مثلا انگاری شیشه بارون اومده دیگه. حالا اینا رو تست بکنید خودتون برین جلو، چیز خیلی خاصی نداره. بعضی از افکتاش انصافا بانمکه، ولی دیگه اصلا این افکت‌ها یه ذره چی بهش میگن، میفهمن ما آماتوریم دیگه، اینا خیلی شاید به کار نیاد دیگه. ولی حالا این شات دیگه، این سیاه‌سفید چیز تار کردن و بلر کردنش هم بعضی وقتا باحاله. مثلا بچه‌ها شما گوشیتون قابلیت پورتره نداره، عکس پورتره نمیتونه بگیره، یعنی بک‌گراند رو نمیتونه تار کنه. شما یه عکس از خودتون یا اون سوژه‌ای که دارید بگیرید، بیارید اینجا با کات اوت سوژه‌تون رو از بک‌گراند جدا کنید، ذخیره‌اش کنید، دوباره عکس اولیه‌تون رو باز کنید، بعد بیان بک‌گراندش رو تار بکنید، از تو پی آی پی عکسی که بک‌گراندش رو پاک کردید بیان دقیقاً فیکس بزنید اینجا، انگاری لایه زیرتون تار بشه، اون سوژه‌تون شفاف میشه. البته دیگه باید از خدمت شما عرض بکنم بلرای جذابش استفاده کنید. مثلا این متوجه منظورم شدین بچه‌ها یا انجام بدم؟ من چون ساده است میگم بریم به قسمت‌های سخت ویدیو برسیم. اگه کسی این عرضه بنده الان متوجه نشد سریع برم براش این کارو تکرار بکنم و ببینه. کسی سوالی نداره رد چی ازش بچه‌ها؟ آسونه دیگه، اوکی دیگه. من خیلی دیگه مقدماتی و چی میگن دبستانی طور نمیگم دیگه. بله چشم. خب خدمت شما حالا بچه‌ها این افکتش هم من دوست دارم. میتونید به یه قسمت از تصویرتون نگاه کنید، مثلا من میام اینجا این صورت دایره وسطه، میتونم یه قسمتش رو فقط بلر شفاف کنم، دور و برش بلر باشه برای عکس از گل و طبیعت و غذا یا حتی پورتره، خیلی جذابه. خب از اینجا هم رد میشیم، فقط یه بخش مونده قسمت استیکر. بله دیگه اینجا همه رو گفتیم. بچه‌ها قسمت استیکر چیه؟ شما یه سری استیکرهای آماده خود اینشات داره، یه قسمتش اگه اینترنتتون روشن باشه و بعضی وقتا اگه وصل نمیشه وی پی انتون روشن بکنید، میتونید از تو فروشگاه خود اینشات کلی مثلا از این فایل های پی ان جی دانلود بکنید بیارید. مثلا من بعضیشو دانلود کردم، مثلا این کلاهه دیگه، میتونید رو سوژه های مختلف اینو کار کنید و خلاصه آره اینم از تصویر خودمون که زش کردیم. ولی خب چیزای باحال داره، مثلا حالا اینا فانتزی دی، بعضی وقتا شما دارین عکس کاور درست می‌کنید می‌خوام بنویسید که مثلا منو سابسکرایب کنید یا مثلا کانال منو دنبال کنید، یا عکس کاور تو اینستاتون رو می‌خواید مثلا لوگوی اینستاگرام برید اینجا تو قسمت لوگوهاش اگر برید داره و خیلی راحت میتونید استیکرشو استفاده کنید. خیلی هم زیاده، استیکرهای بانمک هم داره، مثلا اینجا می‌بینید استیکرهای سوشال مدیاش، چیز باحالی.
قسمت استیکر بچه‌ها یه امکان دیگه داره که میخوام ازش سوال بپرسم. اینجا نگاهی گالری مونه، اینجا یعنی برچسب و استیکرام، اینجا قسمت گالریه. شما میتونید از گالریتون یه دونه عکس دوم اینجا اضافه کنید. میبینید یه نفر اینجا میتونه من بگه که خب ما این قابلیت رو تو پی آی پی هم داشتیم دیگه، چه فرقی میکنه؟ یعنی تو پی آی پی هم میتونیم یه عکس رو عکس بیاریم، اینجا چرا تو قسمت استیکر هم میتونیم این کارو بکنیم و چه فرقی با پی آی پی داره؟ اگه گفتین کسی میدونه؟ نمیدونید بگید نمیدونم که من بدونم شما تو کلاس هست. اینجا نمیشه بدون بک‌گراندش کرد، اتفاقا اینجا میشه بدون بک‌گراندش کرد. استیکر نمیشه رنگاشو عوض کرد. چرا؟ استیکر اصلاح رنگ بزنیم. آره نکنید. اتفاقا بچه‌ها آفرین خانم زاره، درود بر شما. اصلی ترین نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینجا به شدت کیفیت میاد پایین. اگر خواستید لوگوتون رو بیارید رو عکستون، اگر خواستید یه عکس دیگه‌ای در واقع بیارید، اینجا کیفیتش میاد پایین. اینجا تنها ویژگیش اینه که شما همزمان که دارید عکس رو میارید میتونید بک‌گراندش رو حذف کنید. مثلا این عکس رو دیشب رفتم کافی شاپ، به به خرابم کرد. این عکس رو شما می‌خواید وارد کنید، همزمان میتونید بک‌گراندش هم پاک کنید که خب این لازم نیست دیگه. شما اول اون عکستون رو باز بکنید، بک‌گراندش رو پاک کنید، ذخیره‌اش کنید، بعد فایل این شاتتون رو باز کنید. اینجا این چالش رو میتونید برطرف کنید. بنابراین من خیلی پیشنهاد نمی‌کنم از قسمت استیکر بیارین، چون خیلی کیفیتش میفته. اگر از این قالب‌های پی ان جی مال مثلا کاور اینستاگرام یا یوتیوب خواستید بزنید، حتما فایل پی ان جی تون رو از قسمت خدمتتون از ما پی آی پی وارد کنید که هم امکاناتش بیشتره، هم کیفیت ویدیو، کیفیت عکستون افت پیدا نکنه. اینجا قشنگ حس میکنید که پیکسل پیکسل شده. خب بچه‌ها تنظیمات عکس تمام شد. خوشبختانه خیلی از قسمت‌های تنظیمات عکس خدمتتون عرض بکنم که روی چیز هستش، تو ویدیو هم هستش. شما میتونید خیلی ساده اونجا مباحث تکراری رو با هم ببینید. من برم مباحث جدیدش رو بهتون میگم. فقط قبل از این که من اینجا قسمت عکس رو تمام بکنم، یه منوی دیگه اینجا داره نرم افزار اینشات به نام کلاژ، ترکیب عکس ها. این بچه خیلی به کارتون میاد. مثلا نگاه کنید، من خدمتتون عرض بکنم که از یه پادکست دارم به اسم راه پله که آدمای مختلف رو دعوت کنم. مثلا این قسمتش معین رو دعوت کردم که از بچهای سئو دیجیکالا. این میخوام مثلا فرض کنید گزارش تصویری پادکستمو بذارم، 3 تا عکس انتخاب میکنم. خب اینجا تا 9 تا عکس بچه‌ها میتونید انتخاب کنید و با هم ترکیب کنید. میایید تو قسمت لایاوت، اینجا میتونید چیدمان عکس ها رو عوض بکنید که خود اینشات چیدمان های مختلف رو به من پیشنهاد میده. خیلی از چیدمان های فانتزی بچه‌ها استفاده نکنید، حتی سلیقه است نمیدونم، ولی من بیشتر طرح خلوت مثلا این مثلا خیلی جذاب نیست دیگه. من اگه باشم مثلا اینو انتخاب میکنم. خب حالا اینجا میام رو قسمت بوردر، میتونم فاصله بین عکس‌ها رو کم و زیاد کنم که من مثلا یک کوچولو فاصله میدم. میتونم کل عکس رو نسبت به بک‌گراندش کم و زیاد کنم. میبینید؟ و نکته بعدی میتونم عکسامو دورگرد کنم. اگه خواستین عکستون یک کوچولو دورگرد کنین، من اگه فاصله‌اش رو زیاد کنم، قشنگ دورگرد بودن اینجا میتونید ببینید که من اگه بخوام دورگرد کنم خیلی کم فاصله‌شم کم میکنم و حالا تایید رو میزنم. خب بچه وقتی تایید رو میزنید وارد منو چیز میشید، منو عکس میشید. خب یعنی دقیقاً همون امکاناتی که تو منو عکس بود اینجا دارید، فقط این 3 تا آپشنی که میبینید لایاوت، گالری و بوردر، همین امکانی که مال کلاژ کردن عکستون، یعنی رو بوردر برید همین قسمت تنظیمات بوردر میاد، رو لایاوت برید چیدمانه و تو گالری هم برید میتونید عکساتون رو کم و زیاد کنید. حالا نکته مهم ماجرا، دوباره نکته اول جلسه قبلی، من وقتی وارد این شات شدم و عکسام وارد کردم، حالا برام مهمه که بدونم این عکس رو کجا میخوام منتشر کنم. آیا مشرف تو اینو کجا میخوای منتشر کنی؟ من میخوام تو استوری اینستاگرام منتشر کنم. خب دوستان الان این سایزی که من تو این عکسم دارم به نظر تو استاندارد اینستاگرامه برای استوری؟ هر کی موافقه بگه آره، هر کی هم که نظری داره و مخالفه بگه. خب مرسی خانم یعقوبی. نفر بعدی خانم داوودی. اوکی همه نه. خب یکی اونا که موافقم بگه. بقیه جواب نمیدن. 3 نفر جواب دادن. خانم فولاد مرام نظرشون رو بگن. خانم حسنزاده. خب بگین دوستان، همه همکاری کنید بگید چرا.
خانم مهربخش چرا نظری ندارید؟ یه خود تحمل کنید نکنید. اینجا عکس الان نسبت عکس چیه خانم مهربخش؟ الان نسبت عکس اینجا چیه؟ عکسی که ساخته شده نسبت 1:1. خب شما استوری اینستاگرام نسبتش چی بود؟ 9:16. من اگه اینو ذخیره کنم برم تو استوری بزنم، این پایین بالاش چی میشه؟ بک‌گراند هم میفته. خب میرم روی بوم، رو همون کنواس 9:16 کردم، ترکیبش هم به هم خورد. حالا بعداً بعد چیدمانش رو درست کنم. خب الان شد سایز استوری. کلیک میکنم، حالا میام توی بوردر، دوباره چیدمان‌هامو عوض میکنم. این عکس رو یه خورده میارم پایین، یه کوچولو فاصله میدم بین عکس‌ها و حالا عکس رو اگه ذخیره بکنم تو سایز استوری تونستم بزنم. این کجا به درد میخوره آقای مشه؟ برای معرفی محصول. شما میخوان از تو یه استوری از محصولتون 3 تا عکس بذارید. برای گزارش تصویری تو دانشگاهتون، تو مثلا تشکل‌هاتون یه رویدادی گرفتید، یه همایشی گرفتید، میخواین گزارش تصویری بذارید، خب نمیشه 9 تا استوری کنید پشت سر هم. من معمولا مثلا کلاس‌های آموزشمو یا جای رویداد برگزار می‌کنم، مثلا یه تک استوری میذارم، بعد 3 تا 4 تا عکس مهمشو کلاژ می‌کنم میذارم که مثلا یادگاری بمونه. این تکنیک باحالیه، شما داش استفاده کنید برای محصولم. خود شما مثلا یه کیفو می‌خواید تو آنلاین شاپتون بفروشید، میتونید از 3 زاویه عکس بگیرید، اینها رو با هم دیگه کلاژ بکنید و بعضی وقتا کار هنری و باحال هم میشه باش انجام داد دیگه. خدمت شما عرض بکنم که اینجا نکته بعدی ماجرا که رو عکستون که دستتون رو نگه دارید میتونید بیارید رو عکس بعدی جابجاش بکنید و باحالی ماجرا اینه که شما رو فیلتر که کلیک میکنید رو هر عکستون که بزنید میتونید جداگونه همون عکستون رو اصلاح رنگ کنید. میبینید جداگونه میشه اصلاح رنگ کرد. این خیلی امکان باحالیه. اگه هر عکستون نیاز به اصلاح داره اینجا راحت اصلاحش رو انجام میدید و عکستون رو ذخیره میکنید و تو گالریتون دارید. الان اگه من برم تو گالری، این عکس با نسبت 9:16 مناسب اینستاگرام با یه اصلاح رنگ افتضاح. درست شد؟ خب این هم از قسمت کلاژ. قسمت کلاژ یه آپشن جدید هم تو چیز اومده، تو آپدیت اینشا، که حالت با هوش مصنوعی یا همون AI اینا رو در واقع تلفیق میکنه. حالا اینجا منظورش نه از AI دقیقاً هوش مصنوعی یا نه حقیقتاً، ولی تلفیقش با هم متفاوته دیگه. مثلا نگاه کنید این یه عکس دیگه از پادکست. خب من این ستاره که با هم تلفیق میکنن، عکس‌ها رو تو هم فید میکنه. این هم یه مدلیه دیگه. به هر حال اگر دوست داشتین میتونید انتخابش کنید. بعد اینجا سایزشو تنظیم میکنین. بعد حالا حالتهای تلفیقش هم میشه عوض کرد که طرحهای عجیب فانتزی داره که من خیلی مشتاق نیستم و میتونید این فید بودن هم کم و زیاد کنید. اینجا خیلی فید شده تو هم، اینجا کلا از هم جدا شده. حالا پیش‌فرضش هم تو هم فید شده. شاید مثلا برای کارهای ودینگ و اینا به درد بخوره این فید شدن. خب اگه از قسمت کلاژ سوالی ندارید، بریم به قسمت ویدیو برسیم که 1 ساعت و نیم باقی مونده رو کلا در مورد ویدیو صحبت کنیم که خیلی کار داره. سوالی نیست از قسمت عکس و کلاژ؟ خب بریم سراغ قسمت جذاب ویدیو. قسمت ویدیو که بچه‌ها کلیک می‌کنیم، مثل قسمت عکس برامون پروژه های قدیممون رو میاره و خدمت شما عرض بکنم که پروژه های جدید که میتونیم بسازیم. ما رو نیو میزنیم، یکی از ویدیوهامون رو باز میکنیم. مثلا بذارم یه ویدیو خام بیارم. خب مثلا این ویدیو. اولین کاری که اینجا میکنیم خب اولین کاری هم که میکنیم بچه‌ها چیه؟ اولین کاری هم که تو عکس میکردیم تنظیم کنواس یا همون بوممون بود. اینجا هم همینه. آیا مشرف شما این ویدیویی که الان آوردی وارد اینشات کردی تو قسمت ویدیو، کجا میخوای ازش استفاده کنی؟ من میخوام اینو ریلزش کنم. خیلی خوب، پس بعد نسبت ریلز همین باشه دیگه. خب میام توی کنواس نسبت ویدیو میکنم 9:6 و ویدیو هم 9:6 ثبت شده. همه چی فیکس و دقیق تنظیم میشه. پس اول کنواس. خب بچه تو قسمت ویدیو ما چی میبینیم؟ یه سری منوهای تکراری میبینیم که الحمدلله همون منوهایی که تو عکس بود.
اینجا یه تایملاین میبینیم، یه خط زمان. خط زمان یعنی چی؟ ما تو عکس صامت هستیم دیگه، یعنی تکون نمیخوریم، ثابتیم. خب ولی اینجا ما حرکت داریم. من ویدیو رو پلی کنم. سلام به همه دوستان، امروز پادکست قسمت 25 رو ضبط کردیم. ویدیو داره حرکت میکنه، پلی شده دیگه. هر جایی خط سفید یا این پلی هد رو شما ببینید یعنی ویدیوتون تو اون لحظه است که داره پخش میشه، که ثانیه‌اش هم این پایین اینجا نوشته. درسته؟ ما با این تایملاین خیلی کار داریم. خب من اینجا یه دونه فیلم آوردم. اگه بخوام فیلم بعدی اضافه کنم، یعنی مثلا رفتم یه تیزری گرفتم، مثلا 50 تا تیکه فیلم کوچیک گرفتم، حالا اینا رو میخوام به هم بچسبونم، همون اول میتونم روی فیلم هام کلیک بکنم و با هم دیگه واردش کنم. من میتونم تنها بیارمش. عکس هم بچه‌ها میتونید وارد کنید، یعنی عکس هم میشه وارد کرد. خب تایید رو میزنم، همه اینا به ترتیب اومد رو تایملاینم. خب نکته مهم، آقای مشرف، من این ویدیویی که شما اینجا آوردی الان نمیخوام اینجا باشه، میخوام ویدیو اولم مثلا این باشه، بعد این ویدیو دوم باشه، این ویدیو سوم. چجوری اینا رو جابجا کنم؟ کافیه دستتون رو یکی از ویدیوها نگه دارید، خود اینشات براتون فیلم‌ها رو این شکلی میکنه، بهتون پریویو میده. حالا میتونید هر فیلمی خواستید جابجا کنید، روش کلیک میکنید، نگه میدارید، میارینش اول. این ویدیو رو میبرید جای سوم. میتونید چیدمان ویدیو و عکساتون رو تغییر بدید، خیلی به درد بخوره این آپشن. اوکی که شد، دکمه فلش رو میزنید، برمیگردیم عقب. الان این ویدیومو آوردم اول. خب بریم تو قسمت موارد تکراری، بعد بریم موارد جدید رو بگیم. رو ویدیوم کلیک میکنم، میام اینجا تو قسمت فیلتر. چی بود بچه‌ها؟ همون فیلترهایی که روی تصاویرمون مینداختیم تو عکس، اینجا هم داریمش. چیکار میکنیم؟ فقط بچه‌ها یه نکته بهتون بگم، توی قسمت ویدیو هر آپشنی مثل افکت، فیلتر، موسیقی باز میکنین تایملاین خودشو داره. این شات مثل پریمیر نیست که شما هر فایل و آهنگ و متنی رو میارید تو تایملاین اصلی میذارید میبینی، چون صفحه گوشی کوچیکه دیگه. اگه قرار بود شما هر چی اینجا می‌خواستید اضافه کنید و یک جا ببینید شلوغ میشه. برای همین این شات اومده یه تدبیری کرده، برخلاف کاین مستر و وی ان که شما همه چی رو اینجا نمیبینی. یعنی اگه من اینجا آهنگ اضافه کنم تو تایملاین اصلیم نمیبینم، فقط یه خط باریک این پایینش میندازه که میگه آقا شما اینجا موسیقی داری. حالا من تو منوی موسیقی میرم، تایملاین خودش رو میبینم. اینجوری کرده که خیلی شما صفحه اصلیتون شلوغ نشه. خب حالا تو فیلتر هم همینه. وقتی روش کلیک میکنم رو فیلمم، رو فیلتر میزنم، اوکی وارد تایملاین فیلتر شد. مثلا من میام اینجا یه دونه فیلتر این رنگی رو میزنم، تایید رو که میزنم، خب دوباره اوکی که میکنم، رو تایملاین اینجا نشون نمیده که من فیلتری اضافه کردم. از تو قسمت فیلترها دوباره بهش دسترسی دارم و اینجا میبینید که رنگش عوض شده، یعنی اینجا من فیلتر انداختم، اما بقیه ویدیوها هم فیلتر نداره. خب اینجا شما هم میتونید از فیلتر استفاده کنید که من فیلتر رو پاک میکنم، هم میتونید از تو اجاست به صورت دستی اصلاح رنگ کنید. این که دیگه دقیقاً مثل همون مواردی که توی عکس داشتیم اینجا هم داشتیم که میتونیم قبل و بعدش هم ببینید. تایید که زدم نکنید رنگ فیلمم اینجا عوض شد، یعنی فیلتر انداختم. ولی اینا که روش فیلتر نداره یعنی هیچ فیلتر رنگی یا اصلاح رنگی صورت نگرفته. اگه نخواستم روش، خواستم فیلتر رو حذف کنم، روش کلیک میکنم و دیلیت رو میزنم و همین راحتی. اجاست و فیلتر که خیلی ساده و جذاب. خب اینجا یه آپشنی داره اینشات با نمکه، نوشته AI افکت، یعنی افکت با هوش مصنوعی. چیکار میکنه؟ میاد سوژه شما رو با هوش مصنوعی شناسایی میکنه، دورش براتون خطوطای مختلف میکشه. بچه‌ها راستش رو بخواید این بیشتر مصرفش تو کلیپ‌های طنز یا تو موزیک ویدیو هاست، یا تو کلیپ‌های مثلا تیزرهای اکشنا. مثلا فرض شما از یه نفر که داره با اسکیت مثلا تو پیست بازی میکنه میخواین یه تیزر بزنید، تیزر جذاب، بعد میان آقا مثلا اون لحظاتی که با اسکیتش میپره میبینید از این مثلا افکت‌های نوری بذارید دورش، یا وقتی میخوره زمین مثلا این شکلی بشه. بعد رنگش هم میتونید عوض کنید. الان بچه‌ها یه ذره دیلی داره، من بعد اینترنتم البته وصل، ولی فکر کنم وی پی ان هم خاموشه، ولی خطوط سادهش هست، خطوط گلوش هم هست، میتونید رنگشو عوض بکنید. تو کل فیلم هم دنبال میکنه شما رو. میبینید؟ خب حالا نکته مهم، بچه شما نمیتونید یه قسمت از فیلمتون بندازید، یعنی مثلا لحظه‌ای که طرف با اسکیت میخوره زمین، اون لحظه زمین خوردن میخوان یه گلو مثلا رنگی منتشر بشه. خب واسهتون تو تایملاین خودتون اینجا نوار فیلترتون رو فقط اینجا آورده، زمانی که پلی هد بهش برسه پخش میشه. میبینید الان نداریمش. 3 2 1. حالا اگه خواستید طولانی تر باشه میگیرید میکشیدش،
اگه میخوان تا انتهای ویدیوتون باشه روی این قسمت کلیک میکنید، اند کلیپو میزنید تا اند کلیپ میره. اگه خواستین رو تمام کلیپاتون باشه اند ویدیو میزنید، رو همه ویدیوتون تا ته این افکت افتاد. میبینید هر جا آدمو هوش مصنوعی شناسایی کرده دورش این گلو رو انداخته. حتی کسی رو کل ویدیو معمولا نمیندازه دیگه بچه‌ها. مثلا فرض کنید تو کلیپ تنز دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، یه نفر تعجب میکنه، یه دفعه مثلا شما دور سرش یه نظیم گلوهای رنگی میذاری، اونم 1 ثانیه دیگه دوباره برمیگرده. خب اگرم نخواستیمش روش کلیک میکنیم، میبینید اینجا فقط الان برای من این افکت رو اضافه کرد. اگه من تایید بزنم بچه‌ها تو تایملاین اصلیم هیچ اثری ازش نیست جز این خط آبی این پایین که البته شما اینجا فکر کنم دارید خاکستری میبینید، ولی من آبی کم رنگ میبینم تو گوشی خودم که اینجا مشخصه آقا من یه افکت اینجا دارم تو قسمت فیلتر که میام اینجا حالا بهم نشون میده دیگه. این لایه رو نیاورد تو تایملاین اصلیم که شلوغ باشه. خب اگر اینو نخواستمش روش کلیک میکنم و دیلیتو میزنم پاک میشه. این ای آی هم بعضی از چیزاش جالبه، بعضیش هم خیلی فانتزی دیگه، مثلا فیلم چیز شد دیگه، هندی شد داره آتیش میزنه دور ما. یا توی حرکات مثلا 1 ثانیه شما میخواین یه موشن جذاب به سوژه‌تون بدید و حذفش بکنید، چیز جالبیه. خب قسمت بعدی چیه؟ قسمت خود افکت. خود افکت چیکار میکنه؟ روش که کلیک میکنیم بچه اون افکت هایی که یادتون رو عکس مینداختیم، افکت بارون، افکت نویز، تلویزیون قدیمی، اینجا برای ویدیو داریم. خیلی این قسمت مهمه، خیلی مهمه. مثلا شما میخواین چیکار کنید؟ میاید افکت خدمت شما عرض کنم که شیک رو میندازید رو ویدیوتون. این چیزو میشناسینش؟ این واینره که من حافظه کوتاه مدتم متاسفانه ضعیف، اسم آدما خیلی یادم نمیمونه. یه واینره هست مثلا میاد آدما اشتباه کردن سوتیاشون رو مسخرهشون میکنه، اون لحظه که میخواد اوج بگیره یه شیک به ویدیوش میده که مثلا مرد حسابی تو چرا این کارو کردی. اسم واینر رو یادم رفت، اگه بگم حتما میشناسنش، معروفه خیلی. کسی اگه یادشه تو کامنت ها بهمون بگید. میتونه اینجا از افکت شیک استفاده کنید. من شیک رو که تایید بزنم بچه‌ها نگاه کنید اومد برام لایه‌شو ساخت. خب حالا میتونم کم و زیادش کنم. مثلا تو این ثانیه از فیلمم بیاد اینجا من دارم تعجب میکنم و میخوام همینجا کات شه، چیکارش کنم؟ روش کلیک میکنم میکشم میارمش تا جای پلی هت. فقط همین 2 ثانیه هستش، بعدش هم قطع میشه. حالا افکت جذاب‌تر هم داره. مثلا چی؟ مثلا اسلو زومین. شما میتونید آروم به تصویرتون زوم بدید. اینجا میتونید میزان زومش رو کم و زیاد کنید، مثلا اینقدر زوم بشه یا خیلی کم. تایید که بزنم این قسمتی که افکتم هست میرسه داره، میبینی؟ حالا بچه‌ها من از این زومینه کلیپ‌های باحالم میسازم. مثلا این تیزری که امروز از پادکستم زدم رو ببینید. دستم رفت. میگفت رفتم آزمایش دوم 3 روز بعد اومد که سرطان خون. امکان نداره کسی بتونه در یه جامعه‌ای که بقیه خوشحال نیستن تنهایی خوشبخت باشه. خانم دکتر احمدی راسته که بعضی از پزشکا یا تعداد زیادشون با کارت مشکل دارن؟ من یه دختر 16-17 ساله داشتیم که حالا به هر علتی از پنجره اتاقش افتاده بود پایین. ایران بهشت پزشکان قبول دادید؟ نه به نظرم کاملا دروغ. اومد بیرون گفتم که مثلا بیبی چطور بود؟ بابا این دکتر هیچی نمیفهمه. اگه من در جهان موازی پزشک نمی‌شدم قطعا میرفتم سراغ فلسفه و ادبیات. وای از این دیوارا داشتی که میگن اونجا به شما بگن چی بنویسیم؟ آمار رسمی کشوری که اعلام شد سال گذشته بیشترین درصد پرداخت مالیات اون پزشکان. بچه‌ها پایین ویدیو رو دقت کنید. ام‌آرآی ازشون بگیری حدود 30% یه پروتروژن دیسک توشون هست بدون علامت. خب اینجا من چه افکتی استفاده کردم؟ اگه می‌خواستم الان من با پریمیر زدم خیلی ساده. کسی میتونه جواب خانم پریا داوودی رو بده؟ گفتن که چطوری ویدیو 2 تیکه شد. بچه‌ها خیلی ساده است دیگه. تو قسمت عکس گفتیم، تو قسمت ویدیو کسی میدونه چطوری باید این کارو کنیم؟ کلاژ که آفرین، مرسی خانم سیوندی پور از قسمت پی آی پی. احسن. ما تو پی آی پی میتونیم عکس وارد کنیم، حالا تو قسمت فیلم میتونیم پی آی پی به صورت فیلم بیاریمش، در واقع فیلم‌ها رو پی آی پی کنیم. شما ویدیو اصلیتون رو میارید، کوچیکش میکنید، میبرینش بالا، کوچیکش میکنید تو پی آی پی. فیلم دوممون رو وارد میکنیم، مثلا
این فیلمه. اینو میاریمش پایین، اونو میبریمش بالا. درست شد؟ چرا الان نمیذاره؟ من مگه تو کدوم منوام؟ دستم گرفته بود. خب اینو میاریمش بالا مثلا. فقط حواستون باشه بچه این کارو میخواین بکنید، یه کار دیگه هم باید بکنید. قبلش باید این ویدیو رو کراپ هم بکنین ها. حالا مثلا من اینو ست میکنم اینجا، خب این شکلی. حالا از تو قسمت پی آی پی فیلم دومم وارد میکنم، مثلا این فیلمه، میارمش اینجا. فرض کن این بالا پایینشو نمیخوام، اینجا خودش چی داره؟ کراپ داره. میام این بالا پایینشو و بغلشو میبرم، تایید رو میزنم. میبینید خیلی راحت الان دو تا فیلم ها با هم پلی شد. کار سختی بود؟ نه. حالا من یه ذره شلوغ پلوغ شد، دوباره تمیزش رو براتون انجام میدم جلوتر رسیدیم به پی آی پی. ببینید. خب بچه ها، نکته مهم ماجرا تو این تیزری که از پادکست من دیدین، به خاطر اینکه من یه ذره حس و حال کلیپ رو باحال بکنم، خب یه زومینی رو هر قسمت، رو هر پلان ویدیو بود. دقت کردین؟ یعنی یه بار دیگه ثانیه اولش رو ببینید بدون صدا. میبینید داره آروم آروم زومین میشه. اینجا دو تیکه شد، دوباره اینجا زومین. دیدین؟ اینم افکت شما خیلی راحت. شما روی این ویدیو مثلا میخواین این پلان اولتونه، میرید تو قسمت افکت، تو حالا افکت اینجا روی اسلو زوم. خب من صداشو کم کنم. اینجا مثلا میخوام کم زوم شه، تایید رو میزنیم، اینو میکشونم تا آخر ویدیو. حالا نکنین از اول ویدیوم تا آخر ویدیو یه زومین دارم. البته بچه اینجا چون ویدیوش حرکت کرده شاید زومینش مشخص نشه، ولی مثلا رو این فکر کنم این روی چیزه، این تایم لپس. میام افکت زومین، اینم زومین، میارمش اول ویدیوم، اینم میارمش تا آخر ویدیو. نکنین همینجور آروم آروم داره زوم میشه. حالا اگه من تو تنظیماتش اینو بیشتر کرده باشم، اینجا سرعت زوم هم بیشتر میشه چون میخواد زودتر به اون نقطه برسه. تو کلیپ‌های تایم لپس هم این کار خیلی بچه‌ها جوابه. یه کلیپ تایم لپس زده بودم، اگر اینجا داشته باشمش ببینید باحاله. کلیپ تایم لپس از اینجا. خب اینو من گوشیمو جلو پنجره کاشتم بچه‌ها، مثلا 10 دقیقه فیلم گرفت. این حرکت ابرا حالا نمیدونم کیفیتش چجوریه. اینجا خیلی خوبه. ریزش برگا باد میومد، برگا داشت میریخت، ابرا هم جابجا میشد. این ویدیو رو که من وارد این شات کردم به خاطر که حس و حالشو باحال کنم، یه زومینم آروم روش دادم، یه آهنگ باحالم گذاشتم برای استوری. فوق العاده بود، خیلی ترکیب باحالی. من کلا از این افکت زومین خیلی استفاده میکنم. خب افکت زیاد داره، افکت‌های به درد بخور دیگه چی داره؟ نکن بچه تو پادکستم تو تیزر پادکست اونم چیکار کردم بچه؟ آخرش ویدیو فید شد. یعنی چی؟ یعنی آروم آروم تموم شد، یه دفعه قد نشد. تصویر رو دقت کنید ثانیه آخر رو نکنید. جمعیت نرمال رو ببریم، ام‌آرآی ازشون بگیری، حدود 30%شون یه پروتروژن دیسک توشون هست بدون علامت. دیدین صفحه آروم سیاه شد، یه دفعه تموم نشد، بهش میگن فید اوت. اگه صفحه آروم آروم شروع بشه بهش میگن چی؟ فید این. خب من این افکت های باشه تو پریمیر مثلا بلدم، کار آسونی است. اینجا چطوری این کارو بکنم؟ این اکثر رو من پاک میکنم. میخوام پاکش کنم، چرا من اذیت میکنه؟ روش کلیک میکنم میره رو افکتش. آقا میخوام پاکت کنم. حالا برش کنم با من لچ کرد. میام اینو پاک میکنم. خب ببخشید این لج نکنم، ما حواسمون از اینجا باید عکسو پاک کنیم بچه‌ها. از اونجا فقط میتونیم افکتاشو تغییر بدیم. تقصیر من بود. خب مثلا این فیلمه، میام افکتو میزنم. خب احتمالاً اینجا خودش فید داره، فید بلک، یعنی آروم سیاهی کامل میشه. خب فید میشه تو بلک. روش کلیک میکنم، میگه فید این باشه، یعنی نکنید اینجا این آپشن میگه از مشکی بیاد تو کلیپ یا از تو کلیپ بره تو مشکی. من میخوام برای پایینش تموم شه دیگه، میگم از کلیپ بره تو مشکی. میزان سرعتش هم اینجا میتونم تنظیم کنم، بهم نشون میده. اینجا نکنید آروم آروم فید شد. تایید رو میزنم، اومد آخر ویدیو، نگرش میدارم میارمش تای ویدیو. اند نکنید ویدیوم چجوری تمام میشه.
دیدین بچه‌ها فید اوت خیلی حس باحالی میده. لطفاً کلیپاتون رو یه دفعه‌ای قطع نکنید. این فید اوت تو صدا هم داریم که حالا مفصلا میگم، ولی اینجا برای شروع هم داریم دیگه. مثلا میخوام اول کلیپ این افکت رو پاک میکنم، اینجا اول کلیپ میخوام از فید این شروع بشه، یعنی اول صفحه سیاه باشه بعد تصویر بیاد. میام تو افکت، میرم تو نوار فید بلک رو انتخاب میکنم. خیلی خوب، اینم میارمش اول ویدیو. دیدین برای کلیپ های احساسی خواستین آخر سر تمومش کنید، میتونید این فیدش رو زیاد کنید، طولانی باشه، آروم آروم در واقع تصویرتون فید اوت بشه و خیلی باحاله. همیشه فرود میاد بچه‌ها. کلا آدمای حرفه‌ای کلیپاشون نه یه دفعه‌ای شروع میشه نه یه دفعه‌ای تموم میشه، همیشه فرود میاد. این فرود رو با فید اوت میتونید این کارو انجام بدید. حالا میتونید دیپ تو وایت هم باشید، یعنی عمیق باشید تو سفیدی اینا کنید. تو فید ما اینجا بلک داشتیم، خب وایتش هم داریم. اینو میارمش آخر ویدیو. حالا نگاه بچه‌ها، الان آخر ویدیو آروم سفید میشه. مثلا میخوان چیزی بنویسید، لوگوی دانشگاه رو مثلا میخوان بیارن، معاونت فرهنگی دانشگاه. حالا اگه میخوام سرعتش آروم‌تر باشه چی؟ نکنه خانم یعقوبی نمیشه بگیم جذاب‌تر، بستگی به کارمون داره. اگه شما مثلا می‌خواستید لوگوی دانشگاه علاوه رو بیارید و مثلا سفید باشه، به نظر من قشنگ‌تر بود. یعنی صفحه سفید میشد، بعد مثلا آروم لوگوی مثلا انجمن علمی دانشگاه علامه میومد، بعد مثلا بزرگ میشد، اینجوری قشنگ‌تر. مثلا این بعد ببینید برای کجا میخوام. بچه اینجا نگاه کنید الان چقدر فیدش آروم شد. از اینجا آروم آروم داره سفید میشه تا ثانیه آخر فیلم. دیدین سرعتش خیلی اومد پایین. این قسمت افکت ها خیلی جذابه، من خیلی میتونم در موردش صحبت کنم. این افکت رو بچه‌ها نگاه کنید، یک دفعه‌ای مثلا حالت تعجب باشه، گلیچ. برای موزیک ویدیو یا تیزر خیلی میتونه از این استفاده کنید. دیگه افکت‌های به درد بخور اینجا. آها همین بلکه بود، به سمت بلر هم داریم، خیلی باحاله. مثلا من یه کلیپی ساختم برای شهرداری مشهد، آخر کلیپ خودم برمیگشتم تو خیابون میرفتم، بعد دیپ تو بلک نداشتم، یعنی آخرشو فید مشکی نکردم، آخرش آروم آروم صفحه تار شد، بعد رو صفحه اومد نوشت که رویداد فلان، تاریخ ثبت نام فلان. خیلی باحال بود. اینجا ما هم میایم برای خروجی اینو میذاریم. حالا این فیلتر قبلیمون رو پاک میکنیم، اینو میاریم آخره ویدیومون. بچه اینجا دیگه به جای که سیاه بشه صفحه بلر میشه. 3 2 1 از اینجا. دیدین؟ اینم خیلی به درد بخوره، چیز بانمکیه. خب دیگه افکت ها لطفا برید بچه تمرین کنید، این مباحث فراره، برید تمرین بکنید. اگه سوالی داشتید حتما برید از من بپرسید. این افکت ها اینم باحاله. تو اینستاگرام حتما از این کلیپ ها دیدین، طرف مثلا یه دفعه میزنه رو صفحه بعد تصویر عوض میشه. اینجا نگاه کنید این افکتشو داره. نور کم شد، نور زیاد شد، جالبه. خلاصه متنوع دیگه، من نمیتونم تک تک بگم، وقت کلاس میره. خب پس تو منوی فیلتر با اجاست، یعنی اصلاح رنگ دستی، فیلتر یعنی فیلتر رنگ آماده، ای آی افکت میومد از تو جمعون خودش پیدا میکرد، بعد ترکینگ میکرد، یعنی دنبالش میکرد. حالا ما دورش میتونستیم خطوطای مختلف و طرحهای مختلف. تو قسمت افکت هم که حجم زیاد از افکت هاست که خیلی باید نکته مهمش فقط اینه که حواستون باشه که اون قسمت از ویدیوتون که لازمه باشه یا اگه قرار رو کل ویدیوتون باشه هم چیز باحالی میشه. خب تایید رو میزنیم. با قسمت افکت آشنا شدیم، بریم با قسمت جذاب موسیقی آشنا بشیم. موسیقی گذاشتن هم خیلی فیلد جذابیه. خب بچه اینجا نگاه کن، یه خط آبی اینجا میبینید، یعنی چی؟ یعنی اینجا یه افکتی هست. میام تو فیلتر، بله این افکت بود، پاکش میکنم. اینجا الان دیگه هیچ خط آبی چرا آخر دارم، افکت همین تاره، بلر شدنه که تار میشه. نگاه کنید اینجا اگه نخواستمش پاکش میکنم. خب کاری نداره. میریم تو قسمت موزیک. بچه نگاه کنید قسمت موزیک رو باز کردم، آخرش میشه چی؟ آخر فیلم میشه تایپ کرد. آره برای چی نشه؟ آره تو قسمت تکست که رسیدیم بهتون میگم. مثلا میخوام بنویسیم که ممنون از میلاد مشرف، مثلا آخر کلاس، آخر تیزر داره تموم میشه. بله شما میتونید بنویسید، بعد افکت تایپ هم بهش میدید، آروم تایپ میشه. با این شات همه کار میشه کرد، خیلی امکاناتش خوبه بچه. خب تو قسمت موسیقی که بچه‌ها وارد شدم، خب میبینید دوباره تایملاین موسیقی برام باز کرد. من اگه اینجا آهنگ اضافه کنم، بله عکس هم میشه اضافه کرد. کجا منظورتون چیه خانم خوش خبری؟ عکس از کجا اضافه کنی؟ یعنی مثلا آخر ویدیومون با یه عکس تموم بشه؟
بچه سوال بپرسین، خیلی خوبه. آره میخوام با یه عکس تموم بشه دیگه. بیاین مثلا اینجا الان با این ویدیو تموم شد، خب من این به علاوه رو میزنم، میام تو گالریم، مثلا عکس حرم امام علی علیه السلام. بچه‌ها این نکته بهتون بگم، اگر شما اینجا الان سایز 9 به 16 دیگه تصاویرتون باید 9 به 16 باشه. وسط ویدیوتون یه دفعه نبینم یه دونه ویدیو افقی انداخته باشه، این خیلی سمه. یا باید زومش بدید که تمام صفحه باشه، برش هم خورد به ما ربطی نداره، می‌خواستین قبلش حواستون باشه که این ویدیو برای کجاست. عکس امام علی حرم امام علی علیه السلام نگاه کنید بچه‌ها، افقیه. پس بهتره من اینجا زوم کنم. حالا شد سایز استوری دیگه. وسط ویدیو یه دفعه سایزتون به هم نخوره که خیلی حرکت اشتباهی. توی همون زمینه مشکی منظورانه که فیلتر انداختیم، میشه این حرکت رو زد؟ آره میشه. بعد نه من عکسم بچه‌ها اینجا آوردم. خب آره اگه میخواد روش بیاد احسن باید رو پی آی پی اضافه بشه. الان متوجه منظور خانم داوودی شدم. بله آفرین. اینجا تار شد. اینجا حالا عکس حرم امیرالمومنین. ایشون منظورش اینه که اینجا که بلر میشه، مثلا من عکس حرم امام میشه بیارم بله تو پی آی پی. بریم جلوتر بهتون یا ابوالفضل برای ادیت فیلم و عکس اینشات بهتره. کپکات جلسه اول توضیح دادم، تشریف داشتین. اسمتون هم ورکشاپ پیشورزه، اگه اسمتون رو بزنید روش خوبه که من بتونم خطابتون کنم. جلسه پیش کامل اینو توضیح دادم، اگه ویدیوش ضبط شده برید نگاه بکنید. گفتم که کپکات یا اینشات و چرا کپکات یا چرا اینشات. خب خدمت شما عرض بکنم که بچه‌ها بریم قسمت موزیک. من قسمت موزیک رو که انتخاب میکنم تایملاین خودش باز شد. خب حالا میخوام یه آهنگ بزنم رو کل ویدیو ها. میام موسیقی رو میزنم اینجا تو قسمت مورد علاقه ها. خود اینشات کلی آهنگ پیشنهاد داده، اگه خواستین اینترنتتون وصل بشه میتونید دانلود کنید. اگر مای موزیک رو بزنید میاد گالری گوشیتون. ببینیم مثلا آهنگ بدی نباشه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خداش آهنگ بدی نیست. اگر این آهنگ رو دوست داشتید روی یوز میزنید، یعنی کاربرد و اضافه شدن، و اینجا آهنگمون به تایملاینمون اضافه شد. بشنویم. بچه‌ها این تتلو نیست، امیر رادانه. آره خلاصه حرف بعدم پشت سر ما در نیاد. خدمت شما عرض کنم که ما موسیقی انداختیم. خب بچه‌ها فیلم‌های من اینجا صدا داره. اینجا می‌بینید میزان حجم صدا رو. من رفتم مثلا تو جمعیت، رفتم تو راهپیمایی یا تو دانشگاه مثلا فیلم گرفتم، میخوام تیزر بزنم دیگه، صدای اون پلانا رو که نمیخوام که. شما میتونید چیکار کنید؟ بیاید رو ویدیوتون کلیک کنید، صداشو اینجا ببندید. اگر اینو بزنید فقط صدای این ویدیوتون قطع میشه. اگر این دوتا تیکو بزنید همه ویدیوهاتون صداش قطع میشه. نکنید همه ولوماش شد صفر. الان فقط موسیقی مو دارم. به نظر من بهترین دوست عالمی خودشه. اینو از خودم خوندم چون بهترین دوست خودم. خب حالا بچه شما رو آهنگتون که کلیک میکنید اینجا تنظیمات آهنگ میاد. اینجاش خیلی باحاله. اولش یه دیلیتو میذارید که آهنگتون پاک میشه. خب ما برمیگردیم عقب، نمیخوایم پاکش کنیم. ادیتو بزنید، میتونید آهنگتون رو کم و زیاد کنید تایمشو. میتونید آهنگتون رو کم و زیاد کنید تایمشو. میتونید ولوم آهنگتون رو کم و زیاد کنید. و حالا یه نکته خیلی فنی و مهم، فید این و فید اوت. بچه‌ها یادتونه فید این و فید اوت برای تصویر داشتیم؟ اینجا برای موسیقی هم داریم. یعنی موسیقیمون آروم آروم شروع بشه و آروم آروم تموم شه. الان بریم حالت عادیشو ببینیم. بچه‌ها صدای گوشی من که میاد داره وقتی پلی میکنم؟ دارید صدا رو؟ خب مرسی. خدمتتون عرض میکنم نکنید من اینجا پلی میکنم. خب اول آهنگ خودش آهنگساز فیدینگ گذاشته. من این آهنگو از اینجا میبرم بچه‌ها. چجوری میبرم؟ رو اسپلیت میزنم، دو قسمت شد. قسمت اول قسمت اول پاک میکنم. آهنگو میارم اول. اینجا بچه‌ها یه دفعه شروع شد. رو آهنگ کلیک میکنم، رو ادیت میام بهش فید این میدم. مثلا میگم آقا 5 ثانیه طول بکش تا حجم صدا به 100 برسه. مثلا این. حالا نکنید.
آروم آروم صدا اومد بالا. بچه‌ها این منطق رو رعایت بکنید. من اگه بخوام یه مثال بزنم که قشنگ تو ذهن شما بیفته، مثلا استاد شجریان یا هر بزرگوار دیگه‌ای که مثلا داره یه کنسرت برگزار می‌کنه، موسیقی میخواد بخونه، دیدین حال و هواش چجوریه؟ اول شما رو با یه دونه ساز میاره تو فضا، 1-2 دقیقه مینوازه، بعد ساز دوم اضافه میشه، بعد حجم صدا میره بالا، بعد خواننده شروع میکنه به خوندن، بعد مثلا 5 دقیقه میگذره میبینید خواننده داره چهچه میزنه و تون بالا، بعد آخرش دوباره شما رو فرود میاره. تو قاریه قرآن هم همینه، دیدین وقتی قاری قرآن میخواد شروع کنه اولش که داد نمیزنه که اعوذ بالله، اولش میگه اعوذ بالله من الشیطان. الله رو بگه میگه صدق الله العلی العظیم. این فید اوت رو رعایت میکنن. متأسفانه خیلی از آهنگای راک امروزی یه دفعه میبینید تو ضرب 99 شروع میشه، تو ضرب 99 هم تموم میشه. من پزشک نیستم ولی فکر کنم برای بدن ضرر داره، یعنی اینجوری خود بدنم نمیتونه ارتباط بگیره با این موسیقی، شاید مثلا به خاطر استرس بهمون بده یا مثلا افزایش فشار خون داشته باشه، اینجور بحثی که حالا کاری نداریم. ولی شروعش حالا من خیلی بحث ندارم، ممکنه ضرب آهنگتون خوب باشه، اما پایان ویدیوتون خیلی مهمه. یه دفعه تو حجم صدای بالا تق ویدیوتون قطع نشه. الان بریم جلو، همین آهنگ امیر رادانو که ما انداختیم رو ویدیو، بچه این اصلا سمترین کاریه که تدوینگر میتونه بکنه که ویدیو رو یه دفعه تو اوج 100 قطع بکنه. اصلا انگاری سیمو یه نفر از برق کشیده دیگه. خب ما آقای مشرف چیکار کنیم؟ الان موسیقیمون هم طولانی تره، اینجا ویدیومون هم میخواد سر 1 دقیقه و 25 ثانیه تموم شه. خب یکی از تکنیکاش اینه که کلیک میکنین رو موسیقیتون، اسپلیتو میزنید، اینجا 2 تا قسمت شد بچه‌ها. خب میان قسمت دوم رو پاک میکنید، رو ویدیو اول کلیک میکنید ادیت، حالا میان فید اوت، میگید آقا 7 ثانیه طول بکشه تا تموم شه. حالا نگاه کنید، دیدید چه خوب فرود اومد؟ بهتر نشد بچه‌ها؟ پس یکی از تکنیکایی که پایان بندی، یادتون باشه تو تیزر، مخصوصا تو تیزر پایان ویدیو یاد مخاطب میمونه. اگه برای کارفرما خواستید ویدیویی بدین، این 5 ثانیه آخر کلیپتون خیلی اثرگذاره، چون طرف اونو داره میبینه دیگه. بعد شما اگه اونجا یه دفعه قطع بکنید میگه آقا همچین انگار کلیپتون در نیومده، حالا علتش رو نمیدونم، من خود نمیاد میگه آقا چرا شما فید اوت نداشتی، نمیدونم افکت بلک نذاشتی محو بشه، اینجوری حرف میگه آقا چرا کارتون اینجوری یه دفعه‌ای تموم میشه. این یعنی که شما آماتور بودید دیگه. اگه میخواین مشکل پیش نیاد، یکی از کاراش اینه که شما فید اوت، خدمت شما عرض کنم که فید اوت روی تصویرتون و صداتون بدید. یه تکنیک دیگه که بچه‌ها میتونید استفاده کنین که منم خودم تو موبایل از این استفاده می‌کنم، تو پریمیوم ما هوش مصنوعی داریم، یه کارهای دیگه می‌کنیم که اصلا اینجا بحث کلاسمون نیست، باشه برای دوره‌های حرفه‌ای‌تر. ما اونجا با هوش مصنوعی ما داستانی انجام میدیم، ما ضربای آهنگو جابجا می‌کنیم که آهنگمون درست تمام بشه. اما تو این شات ما چنین کاری نمیتونیم بکنیم. خب من میدونید بچه‌ها چیکار می‌کنم؟ مخصوصا تو کلیپایی که آهنگ بی صدا دارم، میام آخر آهنگ بی صدامو که خودمون آهنگساز حواسش بوده رو میذارم آخر ویدیو، از اول ویدیو میذارم، اول ویدیومو فیدین میدم. میدونید مخاطب هم اول ویدیو یه جوی داره دیگه، زود میاد تو فضا، یادش میره، شاید حس خوبی از اون فیدینه نگیره، مثلا آروم آهنگ بیاد بالا، ولی به نظر من پایان خوب خیلی بیشتر تو ذهنش میمونه. واسه همین میام مثلا تو این مستاق، خب من برگردم عقب، موسیقیمو کامل کردم، اینو پاک میکنم، اینو میارمش عقب. خب میارمش آخر، ببینیم چجوریه. یه ذره دیگه بچه‌ها اینو ببرم که بتونم موسیقیمو بیارم عقب، ببینیم خود موسیقی فرود اومده یا نه. خب حالا این مثلا خواننده داشت میخون، بذار یه آهنگ بی کلام پیدا کنم، آهنگ بی کلام. حالا اینجا هیچی هم نداره، بذار میرم خود این شات ببینیم بی کلام چی داره. مثلا یه پاپ، اینترنتتون باید وصل بشه. خدا، بله مثل که اینا زدن اون درش. بریم این ور ببینیم مدایی پیدا میکنیم.
خب مثلا این آهنگه، اینا روش دانلود میکنم. خب یه خورده کوتاهش میکنم میارمش اول ویدیو. خب آخرشون چجوری تمام میشه؟ خب حالا اینا همچین چنگی به دل نمیزنه، ولی حالا منظورم امیدوارم متوجه شده باشی. اینو میارمش اول ویدیو. اینجا ببینیم چه جوری شروع میشه. خیلی خب ضرب خیلی بدی نداره. من ترجیح میدم ویدیومو اینجوری شروع کنم ولی پایانش خوب باشه. گرچه این موسیقی هم شانس شما پایان بدی داشت، ولی خیلی از موسیقی هستن خیلی باحال تمام میشه. یعنی از آخر موسیقیمو میچینم بعد میام اول میبینم کار در اومده یا نه. اگر هم اینجوری نشه که از تکنیک اول استفاده کنید. یعنی شما موسیقیتون که اینجا وسطش برش میزنید بعد بهش فید اوت میدین. او خیلی دادم 11 ثانیه بچه، مثلا 4 ثانیه.